در روز 26 بهمن ساعت 9 صبح صدای گلوله فضای سفارت آمریکا را پر کرد. ما فوراً خود را به آنجا رساندیم. گاز اشک‌آور چشمانمان را می‌سوزاند. مردم مسلح به کمک آمدند. نفر اینا بودن که تیراندازی می‌کردن به طرف مردم. یکشون با مسلسل بوده، از امریکایی‌ها با پشت مسلسل. خواهش می‌کنم آقا نشسته مسافرت کنید. Okay, everybody, be quiet. This nothing's gonna happen. We're gonna prepare. بعد از آمدن دکتر یزدی، آمریکاییان داخل سفارت را سوار اتوبوس کرده و از محوطه خارج کردند. I guess it was just a mistake or somebody starts shooting from the car. Sure. فقط میخوام بگم سواک برای که انقلاب بد نام کنند این توسعه رو به وجود